یک جمنازیوم ورزشی در ولسوالی ساغر ولایت غور به هزینه نزدیک به 4 میلیون افغانی افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار گرفت. مسئولان جمنازیوم ورزشی در ولسوالی ساغر غور میگویند این مکان ورزشی را با هماهنگی مقامات محلی و به هدف رشد و پیشرفت ورزش فوتبال و فوتسال ساخته است. یک سالن فوتسال در ولسوالی ساغر به هزینه 3.5 میلیون افغانی با هماهنگی با مقام ولایت و امریت ورزش و ریاست فدراسیون فوتبال ولایت غور امیر ساختیم و یک جان تشکری میکنیم از مقام ولایت و امریت ورزش و ریاست فدراسیون فوتبال ولایت غور و هدف از این ساخت از این بود که به خاطر رشد و ترقی جوانان برای ورزش. از سوی مسئولان در فدراسیون فوتبال غور نیز در افتتاح این جمنازیوم مسابقات لیگ زمستانی فوتسال را میان 28 تیم به هدف شناسایی اجرای برتر به تیم منتخب فوتسال ولسوالی ساغر برگزار کردند. مسابقات فوتسال بین 28 تیم فوتسال برای اولین بار به مرکز ولسوالی ساغر راه اندازی شده که این مسابقات مدت 1 ماه ادامه دارد. خوشبختانه توانستیم برای اولین بار مسابقات فوتسال را بین 28 تیم ورزشی در سطح ولسوالی ساغر برگزار نماییم با هماهنگی امریت ورزش و ریاست فدراسیون فوتبال ولایت غور. هدف از برگزاری این مسابقات رشد فوتسال در سطح ولسوالی و انتخاب چهره‌های برتر به تیم منتخب میباشد. در همین حال شماری از ورزشکاران و مربیان تیم‌های اشتراک کننده در این رقابت‌ها از برگزاری این مسابقات قدردانی کرده و راه اندازی چنین رقابت‌ها را برای رشد و شناسایی چهره‌های برتر فوتسال مفید می‌دانند. با تشکر میکنم از نمایندگی فوتبال ولسوالی ساغر که با هماهنگی ریاست فدراسیون ولایت غور به خاطر رشد جوانان ایجاد نمیدن یک برنامه را. گفتن است که در بازی افتتاحیه این رقابت‌ها تیم ستارگان 11 بر 5 تیم وحدت ساغر را شکست داده است.